سلام گیمی ها، اومدیم با گیم پلی ماریو کارت روی وی. سلام، من ماریو هم، کوروش بچه ماریو، بالا من، پایین کوروش. داریم با ویمود نانچاک بازی میکنیم. زیادی گاز دادم. خب دوست این دفعه بازم مثلا به این بازی قبلی قرار ببرم. ببینیم من میخوام تمرکز کنم. اصلا دیگه من حرف بزنم که ببینیم کی برنده میشه. چون همش من تمرکز نمی کنم، چون همش انقدر میبازیم این میبره فکر میکنه واقعا نوب نیستش، در صورتی که همه میدونن که کی نوبه و باز هم کی نوبه. ویدیوهاش موجوده که کی نوبه. خب اینو با ویموت خالی هم میشه بازی کرد، ولی خب یه مقدار سخته. با ویموت فرمون که خب قطعا مثل همون با ویموت بازی کردن. کلا ماریو کارت وی بازی که سخته، مثل ماریو کارت دیگه نیستش. چه حالت آفلاینش و چه حالت آنلاینش بسیار بازی سختیه. شنیدم که بالاخره اول شدی. ما اول وایسادیم. فقط ما ببین اصل ماجرا اینه که جوونا، خصوصا جوونایی که نمیدونم با ایکس باکس سریز اس و نمیدونم سریز ایکس و اینا بازی میکنن، از نینتندو زده نشن. در واقع ما یک کار فرهنگی داریم میکنیم، نه یک کار بی فرهنگی. نخورد بهتون؟ خب خورد به یکی دیگه. خب دوست من داره زحمت میکشه ولی خب نمیتونه مثل همیشه به من برسه. خب موضوع البته ژنتیکیه، من اینطوری که من میدونم، یعنی مربوط به ضریب هوشی و اینا که اول مربوط به ضریب هوشی، ولی همچنان هم حاجی اوله با تقلب. من چه تقلب کردم؟ شرم کن. اون موزه رو من گذاشتم خودم خوردم به ویدیو بعدی با چیز، با صحنه چی میگن اسمش؟ با پشت صحنه دو دوربینه. بیا بازم که اول شه. تو میگه اول شدم یا میره تو اوتو باقالیا که نداره. بیا خوب بود بازم بردم. باشه دوستان لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم یه دونه دیگه هم بازی کنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. گیم پلی بازی بعدی هم تو کامنت ها برامون بنویسین، یعنی بازی بعدی که گیم پلی بگیریم ازش. اوکی. خب میخوام بعدش از این به نظرم یه بوکس هم بگیریم الان. اگه دوباره نخواهیم اینو بگیریم. نه دیگه اینو یه بار گرفتیم دیگه. اون دفعه تو هشتم شدی، من دلم نیومد. ببینی اینو چی کار میکنه. منم دلم نیومد اصلا. میگه که بازم دلم گرفته بیبی ماریو. بریم بیبی ماریو رو. دیگه تموم شد. رفتیم آخر رو، فکر کنم همون آخر بمونیم دیگه، مگر که یه زحمتی بکشن و یه چیزهای خوبی به ما بدن. خوب شد حالا چند تا از این سرعتی های قارچی زدم منم جلو. یکی رفت هوا فکر کنم. منو داریم نابود میکنیم. تو ویدیو معلومه دیگه. چی معلومه؟ که من دارم نابود میشم. بابا جون 6 طرفه بازی همینه دیگه. میگم بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره بیبی جون. چی کارو میکردن؟
اصلا اجازه نمیدم من شروع به کار کنم. دیگه بیا بازم مثل همیشه این دفعه نذاشتم کوروش بلنده میشه. من آخر نشدم. ببین خودش یه امتیاز بزرگه. عزیز نوبمون که راضی بود. خب خسته نباشین. فعلا خداحافظ. مراقب خودتون باشین.